امروز قراره با هم دیگه یه دونه اتاق گیمینگ مخفی درست بکنیم. ولی کجا؟ زیر پله. همه چی از جایی شروع شد که دیدم گیم بازی کردن برام سخته. وسط گیم بازی کردن مامانت بهت میگه ای بابا همش پشت اون بازی داری بازی میکنی، بازی بسه دیگه، بشین درستو بخون. و بعد از این یه فکری زد به سرم، باید یه اتاق گیمینگ مخفی درست میکردم. ولی کجا؟ زیر پله بهترین جا بود. پس تصمیم گرفتم که برای این کار وسیله‌های مورد نیازو تهیه کنم. خب بهترین ایده خفن برای اتاق گیمینگ اومد تو ذهنم و خواستم عملیش کنم. دیگه نمیتونه مامان جلومو بگیره. بهترین ایده برای اتاق گیمینگ مخفی اومد تو ذهنم، جایی که هیچ کس کجا؟ زیر پله اتاق گیمینگ واقعا چیز خفنگیه، چیزی که عقل جنم بهش نمیرسه. منظورتون چیه؟ بابا فضای اوکیه دیگه، وقتشه که بریم برای دیزاینش. یه توپ هم اونجاست. حامی اولین چیزی که میخوای چیه تو دستت؟ سیم؟ نه ساندویچه. یه اتاق گیمینگ به یک مانیتور نیاز داره. شاید هم اچه حامی خیلی کثیفه. فقط خودتی. خاک ویتامین داره عزیز من. ویتامین خ. بله. ببین من بچه بودم در بودی بودم. دوستش من. برو اتاق گیمینگ. بگیر شهر کودکای اروپایی ام. کجا میری؟ داش هنوز بندو نصب نکردیم. کیو نصب نکردی؟ بندی. اوه ماشینه مگه؟ همه اینا فکر شده است عزیز من. طوری کردیم ما اینجا میدونیم زحمت میکشیم. آروم باش ایوان. زیربندی و بندی. زیربندی خوبیه. آره بابا اوکی. فقط سر میخوری. فقط زیادی گلگلیه. مثل هری پاتر زیر پله زندگی کنم و خاله و شوهر خالم یعنی داداش میورم بری خاله و شوهر خالم من اذیت کنم. همین اتاق خفن شد. اتاق نشده، من تو رو میبینم. اما پشتت خیلی خاکی شد. نمیدونم به کجا مالیدی. عجب پشتش خاکی. از پشت میون خوبه. 2 دقیقه خواستی داداش. اینجا نیومدیم بخوریم، اینجا اومدیم کار کنیم، ویدیو درست کنیم، محتوا. چرا همیشه با دوربین تو خونه منی؟ باشه خونه زندگی نداری. باشه میرم. همیشه با دوربین. میرم. نمیام. خدا نمیام. آقا برام باید درخت کشی کنیم. خب چی دیدیم ماشاءالله چی دیدیم ایکس باکس بله. سیریزه دسته سلام. الان برای اتاق گیمینگ چه وسیله‌ای برداریم؟ 1 عدد از اینا. اولین اتاق گیمینگ با تفنگ فورتنایت. تازه دو تا دیگه هم دارم. اتاق گیمینگ بدون تفنگ فورتنایت اصلا نمیشه. چرا دیگه با این؟ خب بالش دیگه چی برداریم؟ گیم اوور. اصلا هر چی که اینجا نور بده باید باشه. هامی میدونی چی میگم؟ بله. یه دونه ساسو بیار که ساس نشیم اونجا. زرد میارم چون من زرد دوست دارم. نارنجی بیار. چقدر سنگینه. الان میچسبه به من. وایسا. کی گفته ما باید زیر پله اتاق گیمینگ بسازیم؟ گو خوردم با تو. به من چه؟ گو خوردی. چیکار داری میکنی؟ اینجا برق میذارم. داداش تو رد میشی میای ما رو بو میکنی. یه ور حامی رو بو میکنه، یه ور منو بو میکنه. بو میگی. 2 دقیقه پیش داشت تو رو بو میکرد. منم بو میگم. مشکل اینه که داشت کیون رو بو میگه. بوی موفقیت. حامی میذاریم اینجا مواظب ما باشی که ساس نشیم. میدونین بچه‌ها من خودم هم گیمینگ روم گرفتم. از خوبیای اینکه گیمینگ روم بگیری میدونید چیه؟ چیه؟ اینکه اون کسی که فیلم برداری هیچ کاری نمیکنه، یه جا میشینه و فیلم میگیره. داره عذاب میکشه. فشار بخور. فشار بخور. پشت تو داره راه میاد. سلام چطوری؟ به به. میریم برای نور. نور میشه تخته بازی کنیم با هم؟ بازی دوست داری؟ چی کار داری میکنی آمی؟ من فیلم نگی کمک کن. من کمک نمیکنم، من اینجا فقط فیلم میگیرم. شغل دیگه. چیکار الان داری میکنی؟ حالا توضیح بده. من الان دیگه اینجا الان مخفیم. خیلی مخفی شد بچه. وایسی من الان داداش من با هم کمک نمیکنم. باشه دیگه خیلی دیگه التماس کردی. باشه آفرین. بچه موفق شدیم که بچه فقط میخواستم بهتون بگم که اصلا دید در نکنید. خب این حامی نمیدونم کجا رفته. وایسا ببینم این حامی کجاست. اینجا که هیچی نیست اصلا معلوم نیست. حامی کجا؟
حامد کجایی؟ حامد فکر کنم بالا خوابیده نه؟ اصلا اینا چیه؟ این ملکه گیمه. از ملکه گیم اول اصلا باید بپرسیم. ملکه گیم ما از داریم گیم بازی کنیم. داره میگه این جنس شیشه‌ای که گرفتی داری ما نرف نه بهتر بگی. اوه حتما. بریم 3 2 بچه‌ها ما تونستیم اتاق گیمینگ مخفیمون رو زیر پله داشته باشیم. اینجا همه چی داریم، خوراکی، تلویزیون، جایی که لم کنیم، 2 تا رفیق، تفنگ فورتنایت که بتونیم باش بازی کنیم. پیو پیو پیو. هامی What the fuck؟ حاجی میدم خودم. آی داداش داری خط کردی نور رد شد. این همچین جایی اون من 10 ساله از خودم قراره چی کار بکنیم توی این اتاق؟ آخه بازی که میبازی یه بازی دیگه بکنیم. پارت میکنم بذارم روز پرتقال هم رو بکنم. آقا تو کامنت ها بگید دسته ایکس باکس رو بیشتر دوست دارید یا دسته پلی استیشن؟ به نظرتون کدوم خوش‌تره؟ من با دسته ایکس باکس بیشتر حال میکنم. آخ سوی تو چی میگی اینجا؟ یه آرژانتین پرتقالمون نشه. یه آرژانتین پرتقالمون نشه. بریم من عروسکم انتخاب کردم. آقا این عروسک هم رنگ منه. بعد میدونی چی کاراکتر مورد علاقه من هستی که 95 میزنیم. 95 آره. یعنی چی 95 یعنی چی؟ مثل آدم بازی کنی چی برابر هنگ میکنم. خب همه 95 هن. یه بولی زدم. بولبولی مسی رو نگاه رفت ولی شو بالا رو باید میپایدی. گل بعدی دیگه 3-0. دیگه چی وای گلو دیدی یا نه حامی؟ گلو دیدی یا نه؟ دب این دب اون دب بخوره. بچه این بود از اتاق گیمینگ مخفی ما. توی کامنت ها بنویسید که نظرتون راجع به اتاق گیمینگ چیه و هر کسی که توی کامنت ها بنویسه نوار RGB یعنی چی یه لایک میگیره از من. نوار RGB یعنی چی بچه؟ RGB از کجا میاد؟ RGB خدا مخفی بودن این اتاق چطور بود؟ مخفی که خیلی مخفی، اصلا یه جوری مخفیه که هیچ کی نمیتونه پیدات کنه. آره اینقدر مخفیه. خیلی دوستتون دارم. تا ویدیو بعد مواظب خودتون باشید.